بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و با عرض سلام و احترامات بیننده های عزیز، امیدوار هستم که همگیتون خوب و خوشحال، سلامت و صحتمند و سرحال باشین عزیزای دل. و یک ویدیو دیگر شما را خوش آمدید میگم از چینل افغانستان سنترال میدیا. خب دوستای عزیز، در گزارش امروز آمدیم در ساحه پل سرخ و پلی که قرار است در این ساحه وصل شود، پلی که پل سوخته و پل سرخ را با هم دیگه وصل میکنه. دوستای عزیز، همون قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنین، مسئله انتقال بتون هایی که روی پل گذاشته میشه یا هم بعضی از دوستا نامش گادر میمانند، مسئله انتقال از این بتون ها شروع شده. بتون هایی که شما در تصویر مشاهده میکنین قرار است که روی پل بمانه اینا را. البته مسیر از اینا کمک ذره دورتر هستند، به خاطر که همینجا بتون ریزی شده و ایر انتقال میدن تا به روی پل. خب دوستای عزیز، همون قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنین، کار در این ساحه جریان داره به خاطر انتقال از این بتون ها. همون قسمی که شما مشاهده میکنین اینا را از ماشین کش میکنن، همون قسمی تا که بر روی سرک ببرن، سرکی که در ادامه پل ساخته شده، یعنی در این مسیر که از این مسیر مستقیم کش بکنن به طرف پل. بله دوستای عزیز، همون قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنین، کار در این ساحه همون قسم جریان داره. خب دوستای عزیز، شما بیننده ویدیوی ما باشین. همین قسم برای شما عزیزا بریم یک ویدیو از اطراف و اکناف خود از پل بگیریم، سعی کنیم که پل وضعیتش از چه قرار است، کارهای دیگه کدام کارش مانده و کدام کارش پیش رفته. البته فکر کنم کارش زیاد نمانده، فقط همین مسئله بتونه های است که دیگه انتقال داده شود روی خود پل و کارش فکر کنم که با پایان میرسه. بله دوستای عزیزم، خود پل است، همون قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنین. البته به نظرم کنم که ستون نداره، یعنی بتون ها که مستقیم از این طرف به اون طرف به صورت مستقیم مانده که میشه، یعنی در وسط خود دریا کدام ستون یا کدام پایی نداره، همون رقم مستقیم میگذارن و احتمالا 8 تا گادر یا 8 تا از همون بتون جور کردن که روی ازی بگذارن. خب دوستای هم وسایل هستن که در اینجا آورده شده به خاطر که انتقال بدن این بتونای از پل را به جایی که مناسب است یا در وقت براشون جور شده. خب دوستای عزیز، شما بیننده ویدیو باشین.